به نام خدا، با عرض سلام خدمت شما عزیزان. بنده ارمان هستم. قسمت دوم بخش مقدماتی RTM رو میخوام خدمتتون عرض بکنم. در جلسه گذشته راجع به کینگ ها صحبت کردیم. گفتیم زمانی که قیمت از یک مانعی رد میشه و اون رو اینگولف میکنه، باید به زیر اون مانع ریتریس بده، برگرده، FO بکنه، به نقطه درست برخورد بکنه و حرکت به سمت اینگولف رو ادامه بده. مجموعه این قله تا دره رو اصطلاحاً گفتیم کینگ، که در رفتار نزولی این اتفاق می افتاد. به این می گفتیم کینگ. فرقی نمیکنه و عموما هر نوع رفت و برگشتی حول یک مانع رو ما بهش میگیم کینگ. حالا اون رفت و برگشت میتونه به شکل اینترچنج زون باشه، میتونه کاملا اون رفت و برگشت اون رلی بیس رلی دیده بشه، یا میتونه در بدنه کندل باشه که ما باید انقدر تایم کم بکنیم که به یک اینترچنج زون در تایم فریم های کوچک برسیم. کینگ ها رو اومدیم به 3 قسمت تقسیم کردیم. اول FTR ها بودن. FTR ها کینگ هایی هستن که باید هانت بشن. سطوح فیکی هستن که باید از بین برن. سطوح فیک چند تا خاصیت داشتن، چند تا ویژگی داشتن. اول اینکه در لحظه به شدت تریدبلن، یعنی زمانی که قیمت از اونها خارج میشه و همون لحظه برمیگرده، تریدهای خوبی به ما میده. و از ویژگی‌های دیگه سطوح فیک اینه که ممکنه چند بار قیمت بهشون برخورد بکنه و دیدگاهی به شما بده که قیمت از اونجا دیگه بر نمیگرده، قیمت از اونجا دیگه عبور نمیکنه و در نهایت میاد استاپ شما رو میزنه. سومین نوع کینگ ها هم فلگ لیمیت ها بودن که در لحظه قیمت رو به بیش از 50% خودشون نفوذ میدن و هولد میکنن و تا وقتی که قیمت به تارگت برسه وظیفهشون اینه که از قیمت محافظت بکنن و اصطلاحاً ما به این خط پایین میگفتیم protected low، که به هیچ عنوان نباید از بین بره تا وقتی که به تارگت برسه. اما زمانی که به تارگت رسید دیگه وظیفه‌شو انجام داده و امکان داره این اتفاق بیفته و کاملا از بین بره. خب اومدیم راجع به DP ها صحبت کردیم. البته ما این اجزای فلگ لیمیت ها رو به صورت خیلی مفصل در جلسه بعدی اگر اشتباه نکنم خدمتتون عرض خواهیم کرد، ولی خب گفتم که یک اشاره کوچیکی هم کرده باشیم. زمانی که یک قله یا دره یا یک مانعی بخواد از سر راه برداشته بشه، قبلش یک فیک دی پی درست میشه و بعد فلگ دهانه درست میشه و بعد قیمت باید بیاد در نهایت بعد از دیدن تارگت زیر اینها رو بزنه که من خیلی زود ازش میگذرم و بعدا مفصل راجع بهش صحبت میکنم. اما یک نکته بسیار مهمی که راجع بهش صحبت کردیم بحث جریان نقدینگی بود. ما گفتیم کینگ ها به هر شکل و به هر نوعی که باشن، FTR باشن، DP باشن، فلگ لیمیت باشن، انواع فلگ لیمیت ها باشن که امروز راجع بهش صحبت میکنیم، حتما باید جریان نقدینگی توشون صدق بکنه. یعنی اگر به صورت رلی بیس رلی هستن، ابتدا قیمت یک FTI رو درست میکنه، میره بالا، میاد پایین، اصطلاحاً مینور ماژور میشه و در نهایت این کینگ تایید میشه. و حتما ما باید جریان این مینور ماژور رو در کینگ ها داشته باشیم. در رفتار نزولی چطور؟ ابتدا یک دراپ داریم، یک FTR داریم، قیمت میره پایین، میاد بالاشو میزنه، میاد پایین ماژورش میکنه و در نهایت این کینگ تایید میشه. امروز میخوام اولین ستاپ معاملاتی رو با هم تمرین بکنیم. خب اولین ستاپ معاملاتیمون چیه؟ من اینو پاک کنم. ببینید دوستان، زمانی که یک رلی بیس رلی درست میشه و یک FTR تبدیل به ماژور میشه و تایید میشه، این FTR در آینده برای ما تریدبله و زمانی که رفتار صعودیه، دقت بفرمایید، زمانی که رفتار صعودی نقطه ورودهای بسیار مناسبیه و زمانی هم که رفتار نزولی میشه به ما ریسک بریوارد 1/3 رو حدوداً میده. یعنی ما اینجا حتما انتظار واکنش قیمت رو داریم. پس بنابراین یادمون باشه که مینورها بسیار مهمن. خب کدوم مینور؟ ما معمولاً اون مینوری رو انتخاب میکنیم که به چشممون خیلی خیلی واضح دیده بشه و اگر چند تا مینور داشتیم اونی رو انتخاب میکنیم که حاصل از بین بردن یک مانع مهم مثل یک SNR باشه، مثل یک ساپورت رزیستنس، مثل یک دیستال لاین یا نقاط خیلی مشخص باشه. حالا الان میریم سراغ مثال ها و کاربرد این ستاپ رو با هم میبینیم.
خیلی بهش دقت بکنیم، قطعا لذتش رو خواهید برد. ببینید دوستان، به عنوان مثال من اینجا چی دارم؟ یک دراپ، بیس و دراپ دارم و اون FTR واضحی که دارم میبینم که حتما باید داخل ماژور باشه، خیلی مهمه. این FTR رو به وضوح دارم میبینم، اولین FTRی که دارم میبینم. دقت بفرمایید، منظورم این. اگر من این رو ببرم به سمت جلو و رفتار همچنان صعودی باشه، نزولی باشه، قطعا قیمت بهش میخوره و واکنش خیلی خوبی میده. ولی اگر رفتار تغییر روند داده باشه، یه واکنش ریسک پریوارد 1/3 یا 1/2 رو قطعا به ما خواهد داد. بریم سراغ مثال بعدی. مثال میخوایم زیاد حل بکنیم. مثلا بریم سراغ این یکی دراپ، بیس، دراپ. خب اگر دقت بفرمایید من این رو دارم، این FTR رو در این لگ رفتم دارم، FTR در لگ رفت داخل ماژور. این FTR رو میبرمش جلو. حالا اینجا یه واکنش کوچولویی نزدیک بهش داده ولی از نظر ما قابل قبول نیست. جلوتر میبرم و اینجا این واکنش رو میبینم، با اینکه هاند شده ولی به من واکنش کافی رو داده. بریم سراغ مثال بعدی. مثلا اینجا چی دارم؟ یک رلی، بیس، رلی دارم. داخل بیس چی دارم؟ یک FTR دارم. این FTR زمانی که قیمت رفته بالا اومده به این FTR برخورد کرده، یعنی زمانی که این ماژور تایید شده اومده به این FTR مینور برخورد کرده و حرکت شروع شده. عرض کردم اگر روند همچنان تغییر نکرده باشه به ما ترید خوبی میده، ولی اگر روند تغییرم کرد باز به ما یه ترید کوچولویی میده. بریم توی جفت ارز دیگه، مثلا NZD/USD. بریم سراغ مثلا این رفت. ببینید دراپ، بیس، دراپ، دراپ، بیس، دراپ. برم اولین FTR رو پیدا کنم که تو محدوده ماژور هست. فکر میکنم دیگه همه شما FTR ها رو متوجه شدین کجاست. بعد ببین زمانی که ماژور تایید میشه قیمت برمیگرده به FTR میخوره و واکنش خیلی خوبی میده. حتی در روند معکوس هم باز به شما یه واکنش رو میده در نهایت. دیگه یه مثال دیگه بگیم. مثلا اینجا رلی، بیس، رلی. دقت بفرمایید. رلی، بیس، رلی. FTR داخل بیس که بعداً هم ماژور شده. میبینید اگرم حالا خیلی بخوایم دقیق بکشیم اینجا یه خط میندازیم که بدونیم که این منظورمون نیست، چون این زیر این لوه. ما منظورمون این FTRی که بعد از پایین ترین قسمت خود ماژور تشکیل میشه، یعنی اینجا کاملا یه FTR واضحه. بعد از اینکه تایید میشه ببینیم یک بار، دو بار، سه بار، چهار بار، همینطور واکنش نشون میده. معمولا توی مناطقی که رنج هستن این حالا جلوتر راجع به RS ها صحبت میکنیم، این FTRی که توی فلگیه که قیمت رو قراره نگه داره به سمت بالا و رنج رو حفظ بکنه این بارها عمل میکنه. این FTR مثال جالبی بود. حالا بریم سراغ اینجا. دوباره چی داریم؟ دراپ، بیس، دراپ. اولین FTR واضحی که من میبینم اینجاست. میبینیم حتما باید داخل بیس باشه. اینو میبرم جلو.
فکر میکنم که قیمت در لایو بازار هنوز بهش نرسیده باشه. ببریم جلوتر. نه، قیمت هنوز بهش نرسیده و اگه یه روزی قیمت به اینجا برسه انتظار دارم که واکنش خوبی ازش بگیرم. بریم توی بیت کوین، چندین مثال بزنم که کاملا شما این قضیه رو متوجه بشید. خب عنایت بفرمایید، اینجا رو یک رلی بیس رلی دارم. FTR مینوری که دارم اینجاست و انتظار دارم قیمت بعد از اینکه تایید شد بیاد و به این FTR واکنش نشون بده. هنوزم جا داره، هنوزم بهش برخورد نکرده و من انتظار دارم تا اینجا بیت کوین واکنش نشون بده. یا اینکه حتی اینجا هم داریم، ببینین قسمت پایین یک FTR مینور جامانده داریم. این الان چیه؟ رلی بیس رلی. اون FTR چیه؟ کجاست؟ اون اولین FTRی که من انتظار دارم قیمت بهش واکنش نشون بده اینجاست و اینو ببرم جلو. بعد از تایید شدن تاریخش رو بروز کنیم. اینم باز جاییه که هنوز تو محدوده 17000 جا مونده و اگر یه روزی قیمت به اینجا برسه انتظار دارم واکنش خیلی خوبی ازش ببینم، چون رفتار همچنان صعودیه. خب فکر میکنم تا اینجا متوجه شده باشیم. پس بنابراین یکی از کارهایی که و یکی از تمرینایی که شما برای جلسه آینده خواهید داشت اینه که فلگ هایی که پیدا میکنید به صورت رلی بیس رلی یا دراپ بیس دراپ، مینور ماژورش رو پیدا بکنید و مینور رو ادامه بدید به سمت راست و در آینده ببینید که چه واکنشی به شما نشون داده. بک تست بگیرید جاهای مختلف، جفت ارزهای مختلف، که کاملا متوجه بشین به چه شکل کار میکنه. این یک ستاپ خیلی خوبه که میتونید ازش استفاده بکنید. به عنوان مثال روی طلا چند وقت پیش ما یک ستاپی داشتیم، به این دلیل بود که اومدیم اینجا سل گرفتیم. ما اینجا چی داشتیم؟ یک دراپ بیس دراپ. خب این که واکنش به ناحیه اوریجین بود هیچی، ولی ما اینجا الان چی داریم؟ یک FTR داریم. اینجا یک FTR داریم، یعنی انتظار داریم که قیمت اگر به اینجا برسه واکنش خوبی به ما نشون بده. عرض کردم یه وقتایی مینو اصلا جا میذاره و قیمت همینجوری میره تا پایین و روند عوض میشه. روند هم که عوض بشه قیمت بیاد بالا، باز ما اینجا واکنش خواهیم داشت. یعنی با ستاپ هایی که در جلسات آخر خدمتتون عرض میکنم، کلا ستاپ ها تاییدیه گرفتن هستن. تاییدیه میگیریم و یه سل ریسک پریوارد 1/3 قشنگ ازش میگیریم. خب اینم از این. بسیار خب من اینو پاک کنم. بهتون تبریک میگم که اولین ستاپ RTM رو یاد گرفتیم و امیدوارم که بعد از تمرین حسابی بهش مسلط بشیم و خود همین میتونه خیلی به شما دیدگاه خوبی برای جهت مارکت بده. بریم سراغ فلگ لیمیت. اگه خاطرتون باشه ما گفتیم فلگ لیمیت FTR است که قیمت را در لحظه به بیش از 50% خود نفوذ داده و آن را هولد می کند. اولا این داستان بیش از 50% چیه؟ ببینید دوستان، ما یه قراردادی با هم اینجا داشته باشیم. این رلی بیس رلی، این دراپ بیس دراپ. زمانی که در رلی بیس رلی رفتار همچنان صعودی باشه، همچنان رلی بیس رلی های بیشتری شکل بگیره، جای درست میشه 40% پایینی این فلگ. میگیم بیش از 50%، یعنی محدوده 40% پایینی. پس زمانی که رلی بیس رلی دارم و رفتار منم صعودیه، یکی از انتظاراتی که دارم قیمت بیاد به این 40% پایین که جای درسته برخورد بکنه. اما زمانی که رفتار عوض شد و اصطلاحاً این فلگ لیمیت
اینگلف شد، قیمت اومد ازش گذشت. اون وقت جای درست میشه این 40% بالا. این 40% بالا، قیمت حتما باید به این 40% بالا برخورد بکنه و بریزه و اگر این اتفاق نیفته دیگه اسم این فلگ لیمیت نیست. جلوتر کامل خدمتتون توضیح میدم. این هنوزم FTR و ممکنه هانت بشه. بسیار بسیار مهمه، دقت بفرمایید. پس با این تعریف هایی که خدمتتون عرض کردم، این که ما میگیم فلگ FTR است که قیمت به بیش از 50% آن نفوذ میکند و قیمت را تا رسیدن به تارگت هولد میکند، دلیلش اینه، یعنی به جای درست برخورد میکنه. یعنی من یک کینکی دارم، یه FTRی دارم، قیمت بعد از اینکه ازش خارج شده همون موقع در لحظه یا خیلی سریع اومده به بیش از 50%، یعنی تو محدوده 40% نفوذ کرده و تا رسیدن به تارگت وظیفه این فلگ لیمیت اینه که قیمت رو نگه داره و به این خط پایینی ما میگفتیم protected low. خب اولین کاری که ما میتونیم بکنیم اینه که فرض کنیم یه آدم تنبلی هستیم، خیلی دنبال جزئیات نیستیم، یا مثلا روی چیزی مثل طلا ترید نمی‌کنیم که خب به هر صورت کوچکترین تغییری تو اون میتونه سود یا ضرر زیادی بهمون بده. در این صورت اگر بخوایم خیلی کول برخورد بکنیم میتونیم از فیبوناچی استفاده بکنیم. فیبوناچی درصدی داره 61.8، یعنی بالا همون 61.8 باشه، پایینم بقیهش باشه. یه فیبوناچی میندازیم، مثلا میگیم از این بالا تا این پایین، برعکس انداختم، میگم از اینجا تا اینجا. ببینیم درصد، با خط میکشمش، درصد 61.8 اینجاست. میگم این برای من محدوده درسته، این و به پایین. خودم رو راحت میکنم. استاپم هم میذارم کجا؟ زیر فلگ لیمیت. میگم نقطه ورود من اینجاست، استاپ منم که اینجاست. تموم شد و رفت. به این میگن جای درست که جلوتر بهتون جای دقیقش رو خدمتون عرض خواهم کرد. فلگ لیمیت نوع اول همون FTRیه که میاد قیمت رو به بیش از 50% خودش نفوذ میده و هولد میکنه. این فلگ لیمیتی که قیمت رو در لحظه نگه میداره و قیمت به بیش از 50%ش نفوذ میکنه و وظیفش اینه که تا رسیدن به تارگت قیمت رو حفظ بکنه، بهش میگن فلگ لیمیت نوع اول. به عنوان مثال اینجا رو دقت بفرمایید. الان اینجا تو همین طلا من یک رلی بیس رلی دارم که زمانی که قیمت ازش خارج شده اومده به بیش از 50%ش نفوذ کرده و رفته بالا. این فلگ لیمیت برای من میشه نوع اول. وظیفش اینه که تا زمانی که قیمت به تارگت برسه، که حالا راجع به تارگت صحبت خواهیم کرد، این باید قیمت رو بالا نگه داره و اگر این تارگت باشه دیگه میتونه قیمت از این رد بشه. دلیلی نداره قیمت رو نگه داره چون وظیفش رو انجام داده. فلگ لیمیت نوع دوم چیه؟ فلگ لیمیت نوع دوم فلگ لیمیتی است که روی فلگ لیمیت اول می نشیند. روی فلگ لیمیت نوع اول می نشیند و قیمت را به تارگت می رساند. پس بنابراین فلگ لیمیت نوع دوم در کجا اتفاق می افته؟ در کپس ها، در قله ها یا دره ها، چون قراره به تارگت برسونه جاش اونجاست. راهش هم خیلی ساده است. در یک رفتار صعودی اگر فرض کنیم این تارگت باشه، آخرین لویی که قیمت رو رسونده به تارگت برای ما میشه پایین اون فلگ لیمیت. میبینید؟ های، لو، هایر های. زمانی که این اتفاق میفته این محدوده های تا لو برای ما میشه فلگ لیمیت نوع دوم. اینجا رو دقت بفرمایید. به عنوان مثال اینجا چه اتفاقی افتاده؟ بالاترین قیمت اینجا خورده. اگر من بخوام موج براش بکشم چجوری میکشم؟ میگم رلی بیس رلی، درسته؟ این بالاترین های تا لویی که قیمت رو رسونده به هایر های برای من میشه فلگ لیمیت نوع دوم. خود این رو چی نشسته؟ کافیه این لو رو بیاریم این سمت،
یه فلگ لیمیت پیدا بکنیم. این برای من میشه فلگ لیمیت نوع اول. تموم شده رفت. به همین راحتی. بریم مثال پیدا کنیم با هم دیگه. توی کپس ها باید دنبالش بگردیم. اول قله ها رو بررسی بکنیم، بعد سراغ دره ها هم میریم. خب اینجا رو دقت بفرمایید. توی این قله چه اتفاقی افتاده؟ رالی بیس رالی، درسته؟ این آخرین لوی بوده که هایر های رو زده. پس بنابراین این برای من میشه فلگ لیمیت نوع دوم. و اگر اینو بیارم سمت چپ، این فلگ لیمیتی که اینو نگه داشته و قیمت به بیش از 50%ش نفوذ کرده میشه فلگ لیمیت نوع اول. میبینید خیلی ساده است، اصلا چیز خاصی نداره. تو نزولی چطور؟ تو نزولی فرض کنیم این پایین ترین قیمته. این الان پایین ترین قیمته. خب هایی که به لوور لو رسیده میشه این. ببینید دراپ بیس دراپ. پس بنابراین این برای من چی میشه؟ این برای من میشه از این های تا این لو برای من میشه فلگ لیمیت نوع دوم. رو چی نشسته؟ روی این اینترچنج زونه. این برای من میشه فلگ لیمیت نوع اول. این چقدر ساده است، اصلا چیز خاصی نداره. مثلا توی این کپس دقت بفرمایید، توی این کپس چه اتفاقی افتاده؟ اون لویی که رفته هایر های زده اینجاست. میبینی؟ اینجاست. با دراپ بیس دراپ ها یا رلی بیس رلی ها کاملا میتونید بفهمید که کجاست. خب این لو که این باشه رفته هایر های زده، از اینجا تا اینجا برای من چی میشه؟ برای من میشه فلگ لیمیت نوع دوم. خب اینو میارم سمت چپ. چه فلگ لیمیتی اینو نگه داشته؟ بیام سمت چپ میبینم که اون فلگ لیمیتی که کل اینا رو نگه داشته اینه. این برای من میشه فلگ لیمیت نوع اول. به همین راحتی، کاملا واضح و مشخص. باز اینجا همینطور لویی که رفته هایر های زده اینه. پس از این تا های برای من میشه فلگ لیمیت نوع دوم. و اینو بیارم این سمت، برای من این میشه فلگ لیمیت نوع اول. یا این کندل. بعدا متوجه میشید دقیقا این کدومه ها. توی اجزای فلگ بهتون میگم، نگران اون اصلا نباشین که اینجا قیمت اومده به جای درست برخورد کرده و ریخته. جای درست هم جلوتر خدمتتون عرض میکنم. خب پس در کپس ها ما فهمیدیم چی کار باید بکنیم. اگر این لوه، دنبال اون هایی میگردیم که این لوور لو رو زده و این برای من میشه فلگ لیمیت نوع دوم. و فلگ لیمیت نوع اول هم اینه که بیاریم این سمت، میشه این کندل. فلگ لیمیت نوع اول قیمت رو هولد کرده و رسونده به تارگت. میبینین؟ قیمت رو هولد کرده رسونده به تارگت. این میشه فلگ لیمیت نوع اول که ما باش کار داریم. خب اما فلگ لیمیت نوع سوم کدومه؟ خیلی مهمه، خیلی مهمه، بهش دقت بفرمایید. زمانی که فلگ لیمیت نوع اول فلگ لیمیت نوع دوم رو میسازه و فلگ لیمیت دوم قیمت رو به تارگت میرسونه، اینجا دیگه وقتی اینه که قیمت چرخش کنه. کپس دیگه، قیمت میاد پایین. چیکار میکنه؟ هم فلگ لیمیت نوع دوم رو اینگولف میکنه، هم نوع اول رو اینگولف میکنه. حاصل از اینگولف این دوتا، هم اول هم دوم، یک فلگ لیمیتی ایجاد میشه که اگر به جای درست خورده باشه، این اگر خیلی مهمه، اگر به جای درست خورده باشه ما به این میگیم RSFL. FLی که از بین بردن لوهای روند قبلی به دست اومده. منتها خیلی مهمه که این به جای درست خورده باشه. جای درست خدمتتون عرض میکنم. پس بنابراین یادمون باشه تمام فلگ لیمیت هایی که میان فلگ لیمیت های سمت مخالفشون رو اینگولف میکنن، اگر به جای درست بخورن اسمشون RSFL. یعنی حتما لازم نیست توی کپس باشه.
این اولیشه، ولی تو راه هم ممکنه اینجا یه سری فلگ لیمیتی رو از بین ببره. مثلا اینجا رو دقت بکنین، فرض کنید اینجا اینطوری باشه، وسط راهه. خب این به محض اینکه این بیاد اینو اینگولف بکنه و بیاد به جای درست برخورد بکنه، برای ما میشه یک RS دیگر. RS ها هم سطح فیکن و ترید در لحظه توشون خیلی جواب میده، مخصوصا RS اول به شدت تریدبله، یادتون باشه. خب یادمون باشه که همونطور که خدمتتون عرض کردم، زمانی که من یک رلی بیس رلی دارم و این رلی بیس رلی اینگولف میشه، جای درست میشه 40% بالایی. این به صورت خیلی عامیانه است. عرض کردم شما اگر خیلی به قول معروف نخواین براتون این قضیه مهم باشه که جای دقیق رو پیدا بکنید یا رو چیزی مثل طلا و سهام‌های امریکا ترید نمی‌کنین، خیلی خودتون تو دردسر نمیندازین. میگین خیلی خوب این اینگولف شده، قیمت میاد به 40% بالایی واکنش نشون میده، استاپ منم که این بالاست، یعنی قیمت به اینجا واکنش نشون میده، استاپ منم که این بالاست، استاپ من اصلا نخواهد خورد. حالا ممکنه یه ذره منم برم تو ضرر چون حوصله نداشتم جای دقیق پیدا بکنم، اما اگر بخوام جای دقیق پیدا بکنم، RS این فلگ اینگولف شده میشه جای دقیق من. یعنی اینجا چه اتفاقی افتاده توی این کپس؟ بزرگ نمایی کنم شما ببینید. توی این کپس من اینو میخوام بزرگش کنم قیمت اومده بالا، فلگ لیمیت نوع اول، نوع دوم، تارگت اومده فلگ لیمیت نوع اول و زده. این کینکی که حاصل از زدن فلگ لیمیت اول باشه به شرطی که به جای درست، یعنی به این 40% خورده باشه، این برای من میشه RS. این یه تیکه اینجا و من اینجا رو جای درست میدونم. RS اینو اصلا ربطی به اینجا نداره که این به کجا میخوره، باید حتما به اینجا برخورد بکنه تا بشه ناحیه درست. میبینین ما توی RTM یه چیزی داریم به نام پست، یعنی گذشته، بعد یه چیزی داریم به نام اپروچ، یعنی چیزی که الان داریم بهش دسترسی پیدا میکنیم. پست اینه، اینجا برای من RS قبلا داده و اینجا برای من اپروچ میشه، قیمت میخوره به اونجا و واکنش نشون میده. من یه گزینه ای رو فکر میکنم فعال کردم که اینجا داره ما رو اذیت میکنه. بله احتمالاً این 20. خب درست شد. متوجه شدین؟ پس این خیلی مسئله مهمی ها، خیلی زیاد. من اینا رو پاک کنم، بریم ببینیم تو مثال چی داریم. خب دقت بفرمایید، در اینجا من یه قله‌ای دارم، درسته؟ آخرین لویی که رفته این هایو زده اینه، از این بالا تا با این برای من میشه فلگ لیمیت نوع دوم. رو چی نشسته؟ رو فلگ لیمیت نوع اول. و قیمت زمانی که میاد زیر فلگ لیمیت اول رو میزنه، در بعضی مواقع میاد به RS فلگ لیمیت دوم واکنش نشون میده و در بیشتر مواقع به همون RS فلگ لیمیت اول واکنش نشون میده. در هر دو صورت به جای درست برخورد کرده. یعنی اگر بیاد به RS این بالایی هم واکنش نشون بده، چون مد نظر ما فلگ لیمیت نوع اوله هست، از نظر ما دیگه این کارش رو درست انجام داده و از اینجا به بعد دیگه ما یک پروتکتد های داریم. دیگه معتقدیم قیمت از اینجا بالاتر نخواهد رفت، چون وقتی که اومده فلگ لیمیت نوع اول رو زده به جای درست برخورد کرده. این جای درست کجاست؟ اگه من تنبلم، این 40% بالا یه فیبوناچی میندازم، میگم آقا جون این 40% بالا، حد ضررم هم که بالای این های شونه چپه. حالا یه ذره منو ببر تو ضرر. خیلی میخوام سختگیرانه ببینم این قضیه رو، باید برم اینجا فلگ لیمیت نوع دومی که اینجا کشیدم و برم RS رو به دست بیارم. چجوری RS رو به دست میارم؟ تایم کم میکنم، مثلا در تایم فریم 5 دقیقه.
خب این برای من لگ رفته و این هایی که اینجا خورده اینه. من مستطیل بکشم این ورتر. خب این لویی که رفته بالاترین هایو زده اینه، پس بنابراین این میشه فلگ لیمیت اول و حاصل از این گلف فلگ لیمیت اول این برای من میشه RS. ببینید نگاه کنید، خوب دقت کنید، این لویی که رفته آخرین هایو زده برای من میشه فلگ لیمیت نوع دوم از اینجا تا اینجا. خودش رو چی نشسته؟ رو فلگ لیمیت نوع اول. درسته؟ حاصل از این گلف فلگ لیمیت نوع اول وقتی بیاد به بیش از 40 درصدش بخوره برای من میشه RS. تموم شد. ولی من احساس میکنم اینجا به 40 درصد نخورده. مهم نیست، من چون حد ضررم این بالاست برام اهمیتی نداره. احساس میکنم اینجا باشه. حالا ببریم جلو ببینیم که درست گفتیم یا نه. من فکر میکنم کمی بالاتر باشه چون یه چیزی دیدم به تجربه، ولی بریم ببینیم که حالا درست دیدم. خب بله، حدس میزدم که کمی بالاتره. عرض کردم چون برای ما فرقی نمیکنه، یه جای کوچولویی رو من اون بالا دیدم توی یک در اصل کینک کوچولویی رو دیدم که احساس کردم باید کمی بالاتر از این ناحیه باشه، ولی برای من هیچ فرقی نمیکنه. من نقطه ورودم اینجاست، حد ضررم اون بالاست. حتی تو خود طلا هم اگر بخوایم بگیم ببینیم چند پیپه، مثلا میشه بوده 40 پیپ. از این نقطه از بالای 40 درصد این تا اینجا میشه چند پوینت؟ تا این بالا آره حدودا میشه 35 پوینت. یعنی باز حتی تو طلا که خیلی مهمه هم تو تایم فریم 4 ساعته ما داریم در اصل اون جاشو پیدا میکنیم، خیلی برامون تفاوت نمیکنه. در نهایت اینه که حجم معاملمون رو کم میکنیم. خب پس متوجه شدین که ما کجاها ترید میکنیم. زمانی که فلگ لیمیت نوع اول من این گلف شد، قیمت یا به جای درست فلگ لیمیت دوم برخورد میکند یا به جای درست فلگ لیمیت اول برخورد میکند. معمولا به نوع اول بیشتر برخورد میکنه، ولی یه وقتایی مثل اون مثالی که زدیم به نوع دوم هم برخورد میکنه. بریم یه مثال دیگه تو تایم فریم 4 ساعته. بریم توی یورو. اگه خاطرتون باشه من یه سیگنالی رو توی یورو داده بودم برای سلش. کجا بودیم؟ اینجاها بودیم. یادمون باشه همیشه در کپس ها و در قله ها یه رنجی درست میشه. زمانی که رنج شکسته شد ما اونجا دنبال جای درست میگردیم. اینم یه راه دیگه است. ببینید دوستان من، الان اینجا یک ناحیه رنج، تایم رو انقدر کم میکنیم که یه ناحیه رنج رو قشنگ ببینیم. قبول دارید اینجا یک ناحیه رنجه؟ زمانی که این ناحیه رنج شکسته بشه قیمت باید بیاد به اون RS بخوره و بریزه. به همین سادگی. این یه راهشه. اما راهی که با هم قرارداد کرده بودیم این بود که آخرین لویی که میره های رو میزنه میاد روی فلگ لیمیتی میشینه به نام فلگ لیمیت نوع اول. من باید برم RS اینو پیدا کنم. چون فلگ لیمیت نوع دومم دقیقاً رو اول نشسته، خیلی بالا نزده، پس RS همین برای من درسته. خیلی نرفته بالا که ازش RS بگیرم. میبینید نوع دومیه خیلی بالا نزده. همین فلگ لیمیت نوع اول RS بخوام ازش بگیرم میشه این. خودشو اول مشخص کنیم. خب میبریمش تو تایم فریم 1 ساعته است، مثلا میبریمش 15 دقیقه یا 5 دقیقه، فرقی نمیکنه. یه جایی که یه چیز درست ببینیم. ببینید دوستان من، این آخرین لویه که رفته های زده و این فلگ لیمیت قرمز رنگ هم نگهش داشته. حاصل از این گلفش میشه این. یه دونه مینور بوده بعد میشه ماژور. دقت بفرمایید، حاصل از این گلف این نوع اول این کندله رو به من داده، بعد مینور ماژورش کرده، شده این. اینو میبرم جلو.
قیمت بعد از اینکه تارگت رو بزنه، اینجا نه، اینا سیکرت سیگنال بهتون میگم چیه. زمانی که قیمت بیاد زیر فلگ لیمیت نوع اول بزنه، برمیگرده به آرسش میرسه. استاپ هم که کجاست؟ بالای فلگ لیمیت نوع اول. همون شد رفت. به همین راحتی شما نقطه ورود پیدا میکنید. اصلا RTM دوستان من یعنی ترید کردن در جای درست. شما وقتی که توی کپس ها میاین ترید میکنین و منتظر میشید که اون رنج توی کپس تموم بشه و یه ستاپی رو پیدا میکنید و اونجا ورود میکنید، خیلی بهتون گین و سود میده. تا اینکه مثلا اینجا حالا من وسط راه یه دونه مثلا اینجا یه دونه FTRی درست بشه، بگم خیلی خوب اینجا مینور ماجور هم شده دیگه، قیمت برمیگرده به این مینوره میخوره، استاپ هم میذارم این بالا که حالا مثلا یه ترید بخوام بگیرم. ولی وقتی از این بالا من گرفتم، این حالا جا داره تا تارگت من. پس بنابراین هوش شما اینه که بیاین توی کپس ها ترید بکنین، مخصوصا کپسی که ابتدای لگ خروجه. یعنی کجا؟ مثلا توی این رلی، بیس رلی، من توی این کپس میتونم ترید کنم، خیلی هم خوبه، اصلا هیچ بحثی توش نیست. ولی این کپس خیلی 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 به شدت به شما سود میده، به خاطر اینکه ابتدای شروع حرکت لگ خروجه، به شدت به شما ترید میده. پس بنابراین تمرین بعدی که شما باید انجام بدین اینه که برین توی کپس ها فلگ لیمیت نوع دوم، نوع اول رو پیدا بکنید و در صورتی که فلگ لیمیت نوع اول اینگولف شد، حاصل از اون میشه RS، اولین RSی که به دست میاد فلگ لیمیت نوع RS، که از اونجا ما میتونیم مثلا سل یا بای بگیریم. این خیلی مهمه دوستان من، خیلی بهش توجه بکنید و اگر شما این مسئله رو بتونید به خوبی تمرین بکنید و یاد بگیرید، عملا خیلی از تریدهای خوبتون میتونید با همین ستاپ RS و رسیدن به جای درست فلگ لیمیت نوع اول یا نوع دوم به دست بیارید. اگر بین فلگ لیمیت نوع اول و دوم فاصله خیلی کم باشه، همون RS فلگ لیمیت اول رو بگیرید، کفایت میکنه برای جای درست. اما اگر خیلی اختلاف داشت، مثل اون مثالی که دیدیم، اونجا باید حواستون به RS فلگ لیمیت نوع دوم هم باشه و شیطنت میکنه و میره اونو برمیداره، استاپ شما رو تو فلگ لیمیت اول میزنه. خیلی مهمه. بسیار عالی. پس دوستان یادمون باشه زمانی که ما خواستیم از یک فلگ لیمیتی سواب بگیریم، یعنی یک فلگ لیمیت سعودی داشتیم و قیمت اومد ازش گذشت و من بخوام از این سواب بگیرم یا اصطلاحاً سیمتریشو پیدا کنم، تو 40% بالاست. جای دقیقش کجاست؟ این RSی که اینجا به دست اومده، تو این کپسه به دست اومده، میاد میخوره به اون و میریزه. در صورتی که این به جای درست برخورد کرده باشد اسمش میشه RSFL. در غیر این صورت یه FTR، چون به جای درست برخورد نکرده، یه سطح فیکه و قیمت یه دفعه میاد به خاطر اینکه باید جای درست رو اینجا ببینه، میاد بالاشو میزنه. جای درست من اینجاست. اینا فرمودین جای درست من این RSیه که اینجا حاصل از این گلف فلگ لیمیت اول و دوم به دست اومده. اینو خیلی بهش دقت بکنید و تمرین بعدیتون اینه که برین توی کپس ها RS پیدا بکنید و واکنشش رو متوجه میشید. بریم سراغ مبحث بعدی. امیدوارم که تا اینجا خسته نشده باشین. یکی از جاهای درستی که ما باهاش همیشه سر و کار داریم MPL ها هستن، Maximum Pain Level. ببینم تی کار میکنه؟ نه، دستورش به هم ریخته. برم تایپش کنم. خب تی هم که نیومدی، مرسی. یه بار دیگه. چرا نمیاد؟ یه بار دیگه امتحان میکنیم. نیومد دیگه. آها، باید کلیک میکردم. ببخشید. مکسیموم درست نوشتم؟ شک دارم. مکسیموم پین لول
فکر کنم مکسیموم اشتباه نمیشتم، ولی خب حالا شما بزرگی خودتون ببخشید. جای اینکه بیشترین درد رو داره، جای اینکه هم سلرها هم بایرها استاپ میخورن، یعنی همه اونجا درگیر تریک ها و اون به قول معروف حقه های بازار میشن. بچه دقت بکنید اینجا یه وقتایی اصلا شما با چشم هم میتونید بفهمید. اینجا الان یه افتیار درست شده، رفته بالا میخواد ماژورش کنه دیگه، میشینه اینجا و حالا حرکت رو ادامه میده. یه چیزی هم یادم رفت بهتون بگم، اگر این FTRی که من انتظار دارم قیمت وقتی برگرده بهش واکنش نشون بده، من این انتظار دارم دیگه، انتظار دارم این اتفاق بیفته. اگر بیاد از این رد بشه، این خودش نشانه ای از تغییر رونده. اینو یادم رفت موقع بهتون بگم، اینم اضافه بکنید. پس اون FTR، اون مینوری که ما انتظار داریم ازش ترید بگیریم، اگر هانت بشه نشانه است برای برگشت روند و مثلا نزولی شدن روند. این هم داشته باشیم. خب از بحثمون دور نشیم. اولین نوع MPL ها رو که میخوام خدمتتون، اولا یادمون باشه MPL ها باید در 50% اول فلک تشکیل بشن. این همون داستان جای درستی که ما داشتیم، MPL ها هم باید تو جای درست باشن. یعنی چی؟ یعنی اگر من یک رلی بیس رلی دارم، اگر برمی دارم مثلا MPL پیدا میکنم بالای 50% میفته، این کاملا جاش غلطه. باید زیر 50% باشه. در دراپ بیس دراپ باید بالای 50% باشه. این نکته بسیار مهم MPL ها. این مسئله اول. مسئله دوم، من چند تا راه دارم برای اینکه MPL پیدا کنم. اولین چیزی که میخوام ازش MPL بگیرم توی لگ برگشته. یادتونه بهتون گفتم که توی این سه لگی که ما داریم، لگ رفت از همه مهمتره. همیشه در اولویت من MPL یا هر چیز مهمی رو در لگ رفت باید دنبالش باشم و ازش MPL بسازم یا کارهای دیگه بکنم. در صورتی که دیدم چیزی رو به وضوح نمیبینم، میرم سراغ لگ های بعدی مثل لگ برگشت. پس الان میخوام از شما خواهش بکنم به این نکته توجه بفرمایید. اولین چیزی که میخوام بهتون بگم MPL کینگ که روش آقای ایفه. بریم سراغ تکست به نام MPL کینگ که روش آقای ایفه. خب آقای ایف میگه MPL به چی میگن؟ میگه اولین FTRی که شکل میگیره، قیمت اومده بالا، یه FTR درست کرده، ممکنه چند تا دیگه FTR هم درست بکنه ها، با کاری با اون ندارم. اولین FTRی که درست میشه و قیمت میاد زیرشو میزنه و حرکت میره بالا. میگه این اولی رو در رفتار صعودی قسمت پایین کینکو، کپس پایینیشو یه خط بکش بندازیم ور. کینکی که حاصل از رفت و برگشت این به شما میده، یعنی اینطوری میشه، این برای شما میشه MPL. خیلی ساده است. توی نزولی چجوریه؟ برعکس اینه. یه FTR دارم، ممکنه FTR های دیگه هم داشته باشم. اولیش مهمه، قیمت میره بالاشو میزنه، تاییدش میکنه، حاصل از این قله، حاصل از رفت و برگشتی که از این قله بالایی درست میشه، برای من میشه MPL. نگاه کنی، چرا مستطیل کشیدم؟ این برای من میشه MPL کینگ. MPL کینگ روش آقای ایف. خیلی هم ساده است. من این نکته رو خدمتتون عرض بکنم، زمانی که MPL یک FTR یا فلگ لیمیتی تاچ می شود، دو اتفاق می افته. یک، تمام سفارشات انتقال پیدا می کنند و عملا انگار دیگه اون
فلگ لیمیت دیگه وجود نداره، چون همه سفارشاتش به اون چیزی که اومده MPLش رو تاچ کرده انتقال پیدا میکنه. دوم تغییر ماهیته. هر ماهیتی که این داشته باشه، مثلا فرض کنید ماهیتش DPه، فرض کنید ماهیتش OR، اینا رو در جلسات آینده بهتون میگم. اون وقت دیگه این خط میخوره، این میشه DP، اینی که اومده MPLش رو برداشته، یه فلگ لیمیتی اومده MPL اینو برداشته رفته بالا، دیگه انگار این وجود نداره. این برای من میشه هم ماهیت قبلیه، هم تمام سفارشات دیگه این توه که بعدا تو مبحث CP ها کاملا براتون توضیح میدم، خیلی مهمه. و عملا وقتی MPL یه فلگ لیمیت میخوره تقریبا میتونیم بگیم دیگه هیچ سفارشی توش وجود نداره و اگر روند برگرده به راحتی ازش عبور میکنه. این مطلب رو اول هم داشته باشیم. دوم اینکه بریم یه خورده MPL پیدا کنیم به سبک آقای ایف، مثلا در تایم فریم 4 ساعته یورو. خب اینجا رو دقت بکنید، اینا رو پاک کنم. ببینید من یک رلی بیس رلی دارم که تو محدوده بیس اولین FTRی که درست شده اینه، درسته؟ این اولین FTR حاصل از رفت و برگشت خط پایینیه. بذارید اصلا من یه خط بکشم که شما اشتباه نگیرین. خط پایینشو میکشم، اینو میکشم میارم جلو، اینم آخرین قیمتی که خورده، لوه. خب برای من این کندل، ببینم کدومش پایین تره. بله این الان این پایین تره، این پایین تره. اول فرق نمیکنه چون مینور ماژور شده، اول این اینترچنج زون بوده بعد ماژور شده، فرق نمیکنه، در هر دو صورت این برای من میشه MPL. اگر قیمت بعد از اینکه تایید بشه به این برخورد بکنه، یعنی عملا کل این فلگ انتقال پیدا میکنه به اون چیزی که بهش برخورد کنه، یعنی به محض اینکه این اتفاق بیفته و قیمت بره بالا، دیگه همه چی میشه توی این فلگه، توی این فلگ بزرگه. چرا؟ به خاطر اینکه MPL رو تاچ کرده دیگه، هم سفارشات هم ماهیت این انتقال پیدا کرده به این. خب بریم باز دوباره از روش آقای ایف MPL پیدا کنیم. مثلا اینجا چی داریم؟ رلی بیس رلی. ببینم این اینجا کار میکنه؟ نه نشون نداد. خب اینجا آخرین نقطه منه، درسته؟ آخرین لو من. اینو میکشم میارم سمت این ور. اولین FTRی که اینجا تشکیل شده اینه دیگه، اینجاست. بچه‌ها این اینترچنج زون رو نمیگیرم به خاطر اینکه بحث مقیاس هم هست دیگه. این خیلی کوچولوئه، یه چیزی باشه که به چشم بیاد، حداقل یه رفت و برگشتی دیده بشه. در صورتی که این رفت و برگشت دیده بشه دلیل نداره شما بگی این اینترچنج زون پایینی رو بگیری. میتونی ازش MPL بگیری، این MPL تایم فریم پایین هست ولی تایم فریم اصلی ما و این اسکیل ما نیست. در هر صورت چون ما استاپمون رو میذاریم این زیر، برامون هیچ فرقی نمیکنه چه از این MPL بگیریم چه از این، منتها یه وقتایی به پایینی نمیرسه و بالایی رو تاچ میکنه. الان اینجا رو دقت بفرمایید، توی رفتار نزولی یکی از جایی که ما میگیم قیمت به تارگت خورده همین MPL فلگ های صعودی هن. یکی از تارگت ها اصلا همین، قیمت وقتی که داره میاد پایین به MPL یک فلگ لیمیت تایم صعودی میخوره، قطعا به شما یک ریتریس میده. دوباره بیایم پیدا کنیم، مثلا MPL اینو پیدا کنیم. خب اینجا رو دقت بکنیم بچه‌ها، اینجا چون چند تا اینترچنج زون پشت سر همه، اشکالی نداره من این اینترچنج زون رو بگیرم، خط پایینیشو میگیرم. اینجا هم چون رفت و برگشت نمیدیدم کلشو کشیدم وگرنه باید رفت و برگشت ببینم. اینجا خط پایینی رو میگیرم میارم جلو،
رفت و برگشت حاصل از این باید برم تایم فریم پایین تر، مثلا برم توی 15 دقیقه ببینم چیزی میبینم. بله یه رفت و برگشت خیلی تر و تمیز اینجا دارم میبینم. این برای من میشه MPL. این برای من میشه MPL. اگر در همین رفتار صعودی قیمت بهش برخورد بکنه که یه واکنش خیلی خوب به من میده. اگرم نه در رفتار بعدی خواهیم ببرم بالا، در رفتار نزولی بعدی MPL برای من همیشه یه تارگت، یعنی قیمت بهش میخوره و یه ریتریس خیلی خوب به من میده. ولی اگر توی این رفتار صعودی بیاد ورش داره دیگه انگار وجود نداره، باید MPL اون دومی رو در نظر بگیریم. خیلی مهمه بچه‌ها بهش دقت بکنین. پس این MPL سبک آقای ایف بود. بریم سراغ MPL بعدی به نام QM King. دوستان تا جایی که امکان داشته باشه و در لگ رفت ما فلگ لیمیت ببینیم، QM King خیلی خیلی بهتر از MPL روش آقای ایفه. ولی در صورتی که نبود خب دیگه چاره ای نیست. QM King چی میگه؟ میگه اگر در لگ رفت شما چی وجود داشت؟ فلگ لیمیت نوع اول وجود داشت، قیمت هم همینجوری داره میره بالا و حالا به تارگت هم میخوره، ولی این پایینا زیر 50% فلگ لیمیت نوع اول وجود داشت. قیمت زمانی که میاد این کار رو انجام میده و میره بالا، MPL میشه همین فلگ لیمیت نوع اول و کافیه ببرید جلو، نه سواب لازمه بگیریم نه هیچی، همیناشو میبریمش جلو. این برای من میشه QM King، اسمش میشه QM King. فرقش فقط همینه. اون MPL King بود. حالا خیلی هم فرق نمیکنه، منظوری که ما برای اینکه اینا رو از هم جدا بکنیم میگیم به این میگیم QM King، به اون میگیم MPL King. ببینیم میتونیم پیدا بکنیم شبیهشو، اگه بتونیم پیدا کنیم عالیه. خب اینجا که نه، اینجا چی دارم؟ اینجا هم ندارم. این لگ رفته، اینجا هم آره ببینید اینجا رو، اینجا قبل از اینکه این اتفاق بیفته من اینجا یک فلگ لیمیت دارم که قیمت رو هولد کرده. همینو من بیارم جلو برای من میشه QM King که قیمت اومده بهش واکنش نشون داده و ریتریس داده. این میتونست باشه. بریم ببینیم چیز دیگه پیدا میکنیم. آیا در لگ رفت میتونیم فلگ لیمیت ببینیم؟ بله اینجا رو دقت کنید دوستای من، فکر کنم پیداش کردم. اینجا باز دقت بفرمایید این اینترچنج زون اینو هولدش کرده. من این اگه بکشم بیارم جلو، خود این برای من میشه QM King. خودش لزومی نداره دیگه کار دیگه ای بکنیم. این برای من QM King. در آینده انتظار دارم قیمت بهش واکنش نشون بده. ببرمش دیلی، شاید عقب این نکنه. آها این 1.02 قیمت هنوز به اینجا نرسیده. بله قیمت به اینجا برسه واکنش خوبی به اون نشون میده. خب بریم یه نزولی پیدا کنیم در لگ رفت در محدوده بیس. بچه ها اینو دیگه هی نگم ها، بر ندارید اینجا پیدا کنید در محدوده بیس باید دنبال فلگ لیمیت یا FTR یا هر چیز دیگه ای باشین. چیزی نمیبینم اینجا. چرا یه چیزی اینجا دارم میبینم، اینجا رو دقت بکنید تو محدوده بیس این برای من یه فلگ لیمیته، چون قیمت رو به بیش از 50%ش نفوذ کرده و هولد کرده. این برای من میشه QM King. این برای من ناحیه مهمیه. ببینید قیمت وقتی بهش میخوره چه واکنشی نشون میده. دیگه آره اینم میتونه برای من یه فلگ لیمیت باشه و مینور ماژور شده. فکر میکنم
بتونیم روش حساب بکنیم. یه خورده جاش تمیز نبود ولی به نظرم بتونیم روش حساب بکنیم. ببریمش جلو. اینم فکر کنم لایو بازار باشه، درسته؟ آره هنوز قیمت به اینجا نرسیده. بله اینم لایو از فیوچر دیگه. اینجا به اینجا قیمت مثلا یکی از تارگت هایی که ما مشخص میکنیم خیلی هم نزدیکه دیگه. الان یه تارگت اینجا مشخص کردیم، قیمت بیاد بخوره به این، بعد به کجا میره؟ تارگتش میشه MPL دیگه، چون رفتار صعودیه. این میشه یعنی به محض اینکه اینجا شما یه PA بگیرید، PA یعنی کانفرم ورود، یعنی یک ستاپی برای ورودتون بگیرید و اینجا بای بگیرید، تارگت شما میشه MPL این فلگ نزولی، به همین سادگی. حالا بعدا راجع به تارگت ها صحبت میکنیم. بریم بازم پیدا کنیم چی داریم اینجا. اینجا هم من چیزی نمیبینم. اینجا به نظرم روش آقای ایف بهتر باشه. بذارید خط بندازم. نمیدونم این به چی خورده چون خیلی نمیتونم روش حساب بکنم. همون روش آقای ایف رو بگیریم بهتره، یعنی از این FTRی که اینجا درست شده از این بگیریم به نظرم بهتره که میشه نمیشه MPL. این هم یکی از جاهایی که قیمت بیاد بالا بهش بخوره. جای درسته دیگه، MPL ها هم جای درستن. منتها MPL جای درست خیلی خیلی ارزشمندیه، به خاطر اینکه بیشتر سفارشات اونجا قرار داره و زمانی که تاچ بشه ریتریس های عمیقی میده. ببین MPL ها، OR ها، DP ها که اینا رو بعدا راجع بهش صحبت میکنیم، اینا جاهای درستن. قیمت وقتی به جای درست میخوره یا اینگولفش میکنه ریتریس های قوی تری میده. اما نوع بعدی MPL پیدا کردن وقتی که شما تو لگ رفت هیچی پیدا نکنی، یعنی یه دفعه یه قیمتی اومده شارپ ریخته، هیچ FTR و فلگ لیمیت و هیچی نمیبینی و قیمت میاد این کار رو انجام میده و میریزه. در این صورت مجبوریم به لگ برگشت مراجعه بکنیم و اصطلاحاً این قله رو ببریم به سمت جلو و کینگ حاصل از اینو بگیم که اوکی این میشه برای ما MPL دیگه، اینجا چاره ای نیست. خیلی کم پیش میاد ولی خب به هر حال پیش میاد. پس اینم نوع سوم MPL ها، زمانی که در لگ رفت هیچی پیدا نشه. بذار ببینم میتونم مثالی ببینم ازش تو همین ریزش اخیر طلا. نمیشه اینو داریم، باید ریزشی داشته باشیم که هیچی نبینیم. اینجا هم داریم. میگم خیلی به ندرت پیش میاد که لگ رفته ما یک کندل باشه. فکر میکنم اینجا پیش اومده، میبینین اینجا. نه این که اصلا اشتباهه. نه نمیتونم پیداش بکنم، ولی اگر شما دیدید در لگ رفتتون هیچ چیزی پیدا نکردین، تنها راهش لگ برگشته. اینجا باز این FTR رو داریم. نمیدونم، من پیدا نکردم، شما حتما پیدا بکنید. پس باز تمرین بعدیمون اینه که ما MPL ها رو پیدا بکنیم. حالا سه نوع داریم، چه حالا QM کینکش، چه MPL کینکش، چه پیدا کردنش در لگ برگشت. خب امیدوارم که تا اینجا خسته نشده باشین. من آخرین چیزی که میخوام راجع بهش صحبت بکنم بحث CP هاست. CP در RTM به معنای کامپرشن یا فشردگیه. هر جا شما فشردگی دیدین که معمولاً در ابتدا یا انتهای روند اتفاق میفته، جایی که روند شروع میشه، جایی که روند داره تموم میشه و معمولاً بعد از اینگولف این اتفاق میفته. یادتونه ما توی درس‌های عرضه و تقاضا میگفتیم که حرکات ایمپالسیو حرکات قوی هستن ولی حرکات کارکشن خیلی ضعیفن و فشردگی کندل دارن و تعداد کندل خیلی زیاده. یکی از نشانه های این که شما بفهمی لگ قبلیت اینگولف کرده و این اینگولف بوده اینه که معمولا اینجا با فشردگی میاد پایین. خیلی قیمت ها تو همن، فشردن. مثل اینجا رو دقت بفرمایید، قطع به یقین اینجا اینگولف بوده که قیمت انقدر فشرده اومده پایین، FO کرده رفته بالا.
خب میبینیم چی رو اینگولف کرده. من این خط بندازم اینجا اومده اوریجین اینو اینگولف کرده مثلا. حالا بعدا راجع به اوریجین صحبت میکنم. خب وقتی اوریجین اینگولف بشه یعنی کل فلگ به فنا رفته دیگه، معلومه که اونجا قطعا اینگولف اتفاق افتاده. ریتریس رو میبینید که چقدر فشرده است. در فشردگی این اتفاق میفته، قیمت ها میان دونه دونه MPL همدیگه رو برمیدارن، فلگ ها معذرت میخوام. یعنی وقتی که این اتفاق میفته، یادتونه ما تو عرضه و تقاضا میگفتیم وقتی قیمت خیلی از اینجا نگذره ریموو بکنه برمیگرده پایین ترین حالت رو میبینه، خیلی نگذره میاد پایین ترین حالت رو میبینه، ما میگیم فشردگی توی RTM. اگه خیلی نگذره میاد MPL قبلی رو برمیداره، هی MPL و اینجا اصطلاحاً یه خط روند درست میکنه. این خط روند باعث میشه من عرضه و تقاضا کار، من کلاسیک کار گول بخورم، بگم خیلی خوب قیمت الان میاد به اینجا و از اینجا مثلا یه دیمندی درست شده، فرشه، همه چیش اوکیه و قیمت باید بره. در حالی که بعد از فشردگی وقتی قیمت به تارگت بخوره، همه هدفش اینه که راحت از اینجا رد بشه و قیمت قطعاً چه اتفاقی براش میفته؟ قویاً از اونجا عبور میکنه. اینجا رو دقت بکنید. اینجا بعد از که این فشردگی انجام شده قیمت شارپ رفته بالا. همون داستان کارکشن ایمپالسیو خودمونه دیگه. اینجا قیمت پرقدرت اومده بالا، فشرده پرقدرت ریخته پایین. کلا همون کارکشن ها میتونیم به نوعی CP ازش یاد بکنیم، ولی یادمون باشه زمانی که این اتفاق میفته، زمانی که یه خط روندی درست میشه که این خط روند شیب خیلی کمی داره و اصطلاحاً فلگ ها دونه دونه دارن MPL همدیگه رو برمیدارن، حداقل هم باید 3 تا باشن، این پشت نقدینگی وجود داره. قیمت قطع به یقین باید بیاد این قله رو بزنه که استاپای همه رو جمع بکنه. اینو باید بیاد بزنه. هر جا دیدین که فشردگی ایجاد شده طوری که یه خط روند درست شده و توی این خط روند MPL ها دارن تاچ میشن، نگاه کنین اینجا رو، دقیقاً اتفاقی که اینجا افتاده. ببینین اینا دونه دونه اومدن MPL های هم دیگه رو برداشتن، قیمت رفته خورده به تارگت، همینجوری اومده پایین. یعنی به شدت از این کامپرشن و شما توی چارت که برین بگردین پر از کامپرشنه. قیمت قبل از اینکه بخواد یک صعود خیلی خوب، یک نزول خیلی خوب، یک حرکت شارپی داشته باشه، قطعاً یک کامپرشن قبلش داره. اینجا رو ببینید، فشردگی رو شما اینجا به وضوح دارین میبینید. یه خط روند درست میکنه، نزدیک به هم قیمت میخوره به تارگت، شارپ میریزه پایین. چون دیگه اینجا سفارشی وجود نداره، سفارش به همون آخری انتقال پیدا کرده، آخری هم اینگولف بشه دیگه مانعی نداره، قیمت همینجوری میریزه پایین. به این فشردگی ها و کامپرشن خیلی دقت بکنید، خیلی بیشماره، مخصوصا زمانی که قیمت میخواد به انتهای روندش برسه یا ابتدای روندش رو شروع بکنه. وقتی اینگولف میشه قیمت با حالت فشرده میاد پایین، مثلا اگر یه حرکت رلی باشه. وقتی میخواد به تارگت برسه خودشو عین فنر فشرده میکنه که وقتی به تارگت رسید مستقیم قیمت در بره و اون حرکت شارپ اتفاق بیفته. اینجاها فشردگی ها میتونن به شما اینو برسونن، این سیگنال رو بدن که اینجا قطعا قیمت به جای درست برسه شارپ میریزه پایین. پس علت اصلی این حرکت های شارپی در بازار اینه که ما قبلش یه کامپرشن، یه فشردگی داریم. به اینم خیلی دقت بکنیم. خب من احساس میکنم برای این جلسه کافیه. مطالب خیلی خوبی رو یاد گرفتیم دوستان. همه مطالب رو به دقت بررسی بکنید، به دقت مرور بکنید، روش تمرین بکنید، بک تست بگیرید توی چارت‌های مختلف و مطمئنم که ازش لذت خواهیم برد. به امید دیدار، خدا نگهدارتون.